کتاب تاجیکان 4 رول رو در تاریخ ما بازی کرد، 4 نقش. ما همیشه میدونستیم که تاجیک بوده افسانه بود، روایت بود، نقل بود، شعر بود، داستان‌های کوتاه بود، ولی اثری علمی فوندامنتالی میگه درباره خلق تاجیک نبود. فوندامنتالی به معنایی که هم نظریه داره، هم پژوهش داره، هم متدولوژی داره. این کتاب بدیهی نیست، این دقیق ترین متدولوژی علمی نوشته شده است. بنابراین میگم اثری فوندامنتالی، یعنی اخیر اثری فوندامنتالی درباره ملت تاجیک با وجود آمد. این هم مثلا تاریخ تبری داریم، تاریخ بیهقی داریم، تاریخ های زیاد داریم، حتی خیلی تاریخی موجان غفور، تاریخ مختصری خلق تاجیک سال 50 اثری 3 جلده تاریخ خلق تاجیک داریم بر روسی زیر نظری غفور. لیکن این از نظر علمی یک کتاب است که میگه که اخیر ما در دوره خودمون یک کتاب از نظر علمی تکمیل شده داریم. این یک، یعنی ما رو به ما شناسان، ما دیگه به افسانه تکیه نمیکنیم. خصوصا این چاپ تاجیکیش این خشید که سال 1972 به روسی چاپ شد، سال 79 به تاجیکی ترجمه شد، ولی سال 83 از چاپ برآمد. سال 83 از چاپ برآمد. استاد غفور سال 1977 از دنیا گذشته. بنابراین غفور چاپ تاجیکی کتاب تاجیکان ندیده است. تاجیکش تهیه میکنن، اصلاحات میکنن، همه این منبعایی که از سال 72 تا 77 نو پیدا شده در تاجیکیش وارد میکنن. یعنی متن تاجیکیش نسبت به روسیش خیلی مکمل است. چند خطاگاه اصلاح میکنن، صورت‌های نو میمونن، ولی وقتی به چاپ میسپارن در چاپخانه کازان غفور فهمید چاپش نشده، از دنیا گذشته. بنابراین غفور تاجیکش ندیده. اما دوم رولی که از اول گفتم این شد که ما را در جهان علمی در عرصه بین خلقی صاحب شناسنامه کرد. این کیست تاجیک؟ این تاجیک یگان سخنی حتی به پایه ندارد. بنابراین ما یک شناسنامه رسمی علمی و سیاسی داریم. سوم چیزی که از آن نقش مهمی که در اون زمانی خود کرد و قهرمانیش هم همین است که کتاب تاجیکان باعث شد که اون بحثی سیاسی، علمی، ایدئولوژی، تاریخی درباره بودن یا نبودن تاجیکان، تهجویی یا تهجویی نبودن تاجیکان، حقوق دولت داشتن یا نداشتن تاجیکان، بزرگ بودن یا نبودن، همه میدن نقطه گذاشت. چرا میگم نقطه گذاشت؟ سال 56 که اینستیتوت شرق‌شناسی SSR گذاشته شد. اینستیتوت شرق‌شناسی SSR این صدها نفر عالم بزرگ اینجا کار میکنه. 10 لابراتوری آرکئولوژی، تاریخ شناسی، شعبه های تاریخ آسیا، آفریقا، شعبه تاریخ عرب، اروپا، کجا این کس گرفتن تمام همون پتانسیل یک ایمپریا رو برای تحقیق همین موضوع سفر برد. اگر برای همین شما اگر بینید 2000 منبع علمی دارد. یعنی روی خط کتابایی که در کتاب تاجیکان استفاده شده است نمی خوندن با همین خط مایده ترین 150 صحیفه است فقط نام کتاب ها. از جمله مثلا حدود 400 تاش به زبان فرانسوی و انگلیسی و نویسی و یونانی است. از قدیم تا حاضر چقدر کد دارد. برای همین این کتاب از نظر قدرت علمی، سطح علمی، منبع‌های استفاده شده، فراگیری متریال همین قدر بزرگ و قوی است که دیگر یکان کسی ده جواب گردانده نه. مگر یک SSR دیگر، یک اینستیتوت شرق‌شناسی دیگر در همون سطح با وجود بیاید که همین قدر تحقیقات کنند. شما بینید که صدها قلعه و
عبادتگاه قدیم و کردنی های ارخیولوژی گفتگوهای ارخیولوژی و منبعهای اینجا پژوهش آورده است. یعنی به هر صحیفه‌اش نه هر سطرش نه فکت است. حتی مثلا استاد زیر نام کماندیروفکا برای آموزش تاریخ روسیه مرکزی گفته گروه همین علمای روس تو میری موزه بریتانیا میآموزی، تو میری موزه فرانسه، تو میری ایتالیا، تو میری هندوستان، تو میری ایران. همه قدر گروه های اکسپدیسیون ارخیولوژی روان کرده همونجا رو آموختگی است. این دیگه هیچ کس نمیتونه کرده. بنابراین کسی جواب نوشته نمیتونه. برای میگه که نقطه گذاشت. این آواز جواب پول می نویسن یا تومت می نویسن یا تحقیق می نویسن یا اون چیزی سوست یا یکون الیمنتش این کار میکنن ولی بنیادش خودش کنسپسش این کار کده نمیشن. من از این نظر میگم که این برمون بحثی کسایی که میخواستن ملت تاجیک از این سوال برن نقطه گذاشت. این بزرگترین خدمتش. و چهارم برای بقای ملتی ما بسیار زمینه گذاشت، چون که ملتی که اساسای علمی موجودیتش، اساسای تاریخی و ارزشی هویتش استوار نباشه حل شده میره. نمومد چرا میگه که همین شاهنامه مهم است؟ چرا میگه مثنوی مهم است؟ چون که همین شاهنامه و مثنوی هم که اثرهای کلانی فوندامنتالی باعث میشن که همون زبان حفظ شوند، باقی مانند. و همین هم یکی از کتاب‌هایی است که برای بقای ملت تاجیک یک خشت طلایی در قصد ملت تاجیک موجود داشت. و یگان چیز اهمیت این کتاب و این شخصیت کم نمیده.